سلام دوستان، توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چجوری وارد سرور افترکرافت بشین. اول از همه ماینکرافت رو نسخه 1.2160 رو دانلود کنید. بعد وارد ماینکرافت بشین و صبر کنید کامل اینجوری بالا بیاد. بعد روی گزینه سینگ این یا سانگین کلیک کنید. صبر میکنید، بعضی وقت توی برنامه ایکس باکسی گفتم حتما نصب باشه و بعد میاد اینجا. نگاه کنید وقتی پروفایلتون سمت چپ صفحه نمایش داده میشه این پروفایله. حالا یه دونه اسکین خاص واسه خودتون بذارید که با بقیه پلیرها اشتباه گرفته نشه. خب من الان دوستان اسکینمو عوض کردم. روی گزینه پلی کلیک میکنم و گزینه سرورز در بالای صفحه آخری رو کلیک میکنیم. بعد روی آد سرور کلیک میکنید، این تیکو میزنید روی پروتکت کلیک میکنید. حالا اینجا اسم افترکرافت یعنی اسم کانالمون رو بنویسین با حروف کوچیک به همین شکل افترکرافت. بعد در این زیر لینکی که براتون قرار دادم بنویسین، همون لینک اول شاگرد اعظم داشت. لینک رو کپی میکنید و از توی بریددانتون اینجا پیست میکنید. حالا رمز اون رو وارد میکنید که یعنی 35191. خب حالا روی گزینه سیو کلیک میکنید و صبر میکنید تا افترکرافت بالا بیاد. اومد. اگه خواستین وارد چین روش کلیک میکنید و روی جوین سرور میزنید. حالا روی این گزینه پایینی کلیک میکنید، یعنی اون سبزه نه، حالا روی سبزه کلیک میکنید. اگه میخواین خوب یادتون بمونه اول بعد روی گزینه توسی کلیک کنید، بعد روی گزینه سبز. حالا هم رو کنسل نزنید که از روی اسمش معلومه که خارج میشه از سرور. صبر کنید تا سرور بالا بیاد. دوستان به این نکته توجه کنید که به هیچ عنوان نباید تعداد اشخاص که تو سرور هستن صفر بشه، یعنی هیچ شخصی تو سرور نباشه، چون این اتفاق بیفته بعد 5 دقیقه یا چند دقیقه سرور قطع میشه. و نکته دوم هم اینه که به هیچ عنوان توی زمانی که وارد سرور شدین از سرور یعنی از ماینکرافت خارج نشین یا گوشی رو خاموش نکنین، چون در هر دو صورت شما از سرور پرت میشین بیرون و دوباره وارد شین. خب الان این سرور ماست و شبم است و موقعیت بدیه. خب من میرم فعلا زیر زمین قایم میشم تا صبح بشه، منتظر شما که وارد سرور بشین. خیلی ممنون و خدا نگهدار.